تو چین همچون اون سیستمی نیست که حاکم باشه همه چیز رو رگولیت کنه. خب عدد ما خیلی بالاتر بود همچین، پس ما داریم با شاندون کار میکنیم، با استان فلان کار میکنیم. پالایشگاهی که در اونجا هست پالایشگاهی میخواد مالیات نده، نمیگه من کجا نفت میارم، یه سهمیه‌ای داره، حالا یه جنبندی داره. هم اونم فکر نکنید منافع ما رو میخواد، منافع خودشون میخواد، اون وین خودشون میخواد. پس ما باید از این فرصت استفاده کنیم با استان. مثلا کالای ما رو تحریم میکنن، ما نباید بریم تو شانگهای، باید بریم استانهایی که دور از کپیتال. شانگهای هم خود کپیتال ها، همچون فکر نکنید بدتر از پکنن غربی و حسابی چیز است. باید پس رابطه تجاریمون رو من جمع‌بندی کنم، باید دیستریبیوت کنم. روسا این تجربه رو کردن و بسیار موفق بودن. فکر نکنید الان آقای شی جین پینگ با آقای چیز داره مثلا شیریا خط مثبت میرن، نه، اینا اومدن از این فرصت استفاده کردن، روابط تجاریشونو 50 تا 60 تا رایزن تجاری البته آن آفیشیال در استانها گذاشتن و دارن کارهای تجاریشونو با اونجا انجام میدن و موفق هم بودن توی این قضیه که بتونن. الان رابطه تجاری روسا با چین از 60 میلیارد رسیده به 280 میلیارد. وای دکتر به زودی درسته نفت و ایناشون رو دارن میفروشن اما آفیش. پس ما باید از مرکز بریم به استانها.